کمک یکی به دادم برسه، من اینو گیر کردم، کسی صدامو میشنوه؟ کمک. اگر در اثر نقص فنی و یا رفتن برق ساختمونتون فردی داخل کابین آسانسور محبوس شد، با آتش نشانی هم تماس گرفتید، توی مأموریت‌های دیگه هستن، زمان میبره تا برسن به محل، با سرویس کارم تماس گرفتید، مسافرت نیستش، میخواین اقدام بکنید به خارج کردن فردی که داخل کابین هست، استرس هم داره، مریض احوالم هست، ناراحتی قلبی هم داره. این اقداماتی رو که میگم سریع انجام بدید که با ایمنی کامل اون فرد رو از کابین آسانسور خارج کنید. اولین اقدام قطع برق آسانسور. تمام. 2. دسته ترمز روی موتور رو به این صورت به سمت خود میدیم تا فراول آزاد بشه. بعد با توجه به علامت بالا و پایینی که روش مشخص شده یا روی دیوار به ما نشانه گذاری کردن، کابین رو به سمت بالا یا به سمت پایین هدایت میکنیم تا جایی که توی یکی از طبقات همسد بشه. از کجا میفهمیم که توی طبقات همسد شده؟ با توجه به رنگی که روی سیمبوکسل یا شاخص طبقات برای ما نشونه گذاری کردن. هر وقت به این رنگ رسیدیم یعنی کابین توی یکی از طبقات همسد شده. اگر هم فراموش کردیم این مراحل و نکاتی که خدمتتون گفتم به دستورالعملی که توی اتاق هست توجه کنید، کامل بهتون توضیح داده. بعد با کلیدی که در دسترستون از توی ساختمون در کابین رو باز کنید و به راحتی اون فرد رو از داخل کابین آسانسور با ایمنی کامل خارجش کنید. به این صورت. تمام. ایمن باشید. خدا نگهدار.